من امشب دلم گرفته از فتوای دنیا رو بزنی به اسمم. این همه فهمیدم بعد دیدم درگیر قلبای زخمی و زنگیدم. قبلا و همه میترسیدم اما حالا دارم از آدم و در میرم. همه چی دارم برام عادت میشن الان فقط با پیاده روی راحت میشم. همه ما زندانی هستیم و همیشه تو حرفای احساسی غرقیم. همیشه میگرفتیم و دلداری گرمی و این حرفا باعث میشد احساسی ترشیم. این چیزا به ما باخت میداد فردا عصبانی میشدیم و داد بیداد همش. تو چه دنیای ساخته باز ازم من درگیر عادی ساختنم و بیشتر از این ندارم هدیه بدم بهتر ایده‌ای بهت بدم یه ایده تخته. این اون نامه هایی که رسیده به دستت نخونیشون و همشون مجال زیر تختت. ورقای خالی برام دلشون تنگه یا راحت خدایی که ولشون کرده. وقتی واشه میسازیم و همه دلمون گرمه هرچی تو مغزت بده بهمون رکش. میبینی که زمین داره بالا میاره آسمونم سر رسیده پاسیابش. اما یه حس درونم میگه کارا زیاده ما میرسیم و مسیرمون ما میادش. اگه دنیا تموم بشه راه میمیره اسمایی تو دستاش ناز نمیگیره. خونه خدا با گردباد نمیشینه. من اینا رو میگم و کسی این آدم اومد چی داره میشه یه اتوبان تو اتاقش پیاده میره. دم همه روزش سیاسفیده هیچ جا نمیتونه زیاد بشینه میذاره میره. فقط یه جوری طی بشه روزش بیرون